فکر کنم به سبک بازی قبلی میخواد کوتاه کار کنن. بهروز بارانی هم اجازه کوتاه ضربه زدن رو میخواد نده، اما این کار انجام شده. داخل محوطه جریمه سعید طالبی این ضربه داخل محوطه و گل و گل توی دروازه در 43مین دقیقه. سعید طالبی کورنری که کوتاه زده شده دروازه تیم فولاد نوین اهواز باز شد. 43 دقیقه داماش گل اول رو به ثمر میرسونه. حالا باید وقت تلف کنن این فولاد نوینی ها. باز هم مصطفی آقاجانی نگه داشته عقب‌تر. میلاد پورمحسن ارسال داخل محوطه، این ضربه گل دوم، ارسال بلند میلاد پورمحسن و گل دوم آقای گل تیم داماش گیلان. تو چه صد شکنی هستی میلاد. گل دوم میلاد پورمحسن. 74 دقیقه داماش 2-0 پیش هست. چه ارسالی کردیم میلاد پورمحسن. 8مین گل میلاد پورمحسن در لیگ دسته دوم فقط، به جز گل هایی که در جام حذفی برای ما زده.